در دولت قبلی وقتی کماندوهای سیل نیوی آمریکا رو نیروی دریایی سپاه اومده بودن تو آبهای ما جاسوسی گرفت، وزارت خارجه رفت تو ماهشر اینا رو تحویل گرفت، سریع با هواپیمای اختصاصی آوردن تهران. خبرنگارا توی خروجی ترمینال 4 مونده بودن که اینا وقتی اومدن بیرون ازشون مصاحبه بگیرن. وزارت خارجه دولت قبلی از پاویون مسئولین کماندوی آمریکایی رو آورد بیرون، داد دست سفارت سوئیس، از کشور خارج کردن. تو این دولت وقتی کماندوهای در واقع SAS و SPS اسپیشال بوت اسکوادران و اسپیشال ایربورن سرویسشون آمدن که اینجا تلویزیون ما اصلا سواد اینو نداشت، میگفت ملوان کسی است که رو ناو کار خدماتی میکنه. کماندوهای به اصطلاح SAS و SPS وقتی آمده بودن تو آبهای ما اینا رو دستگیر کردن 15 روز. هی این تونی بلر کوبید خودشو به سقف، اومد پایین، رفت شورای امنیت یه کاری کنید، دست به دامن همه شد. آخرش یه بیانیه علیه ایران صادر شد. نظامی وقتی اسیر میشه باید با لباس اسارت بفرستن. اگر تن نظامی کت شلوار کردن، روسری کردن سرش، بزرگترین خفت برای ارتش بود. اعلام می‌دارم که ملت کریم ایران و نظام جمهوری اسلامی در عین اقتدار و داشتن حق قانونی برای محاکمه این نظامیان با تأسیب پیامبر عظیم الشأن اسلام این 15 نفر را مورد عفو قرار داده و آزادی آنان را به مردم انگلیس هدیه می نماید. I request that you immediately release my personnel and my boat and return to my unit. تاریخ استعمار انگلیس در سراسر جهان هیچگاه ارتش خونخوار و مزور انگلیس این چنین ضایع نشده بود. وقتی به معاون عملیات ستاد مشترک سپاه خبرنگار گفتش که اینا چقدر اومده بودن تو آبهای ما، دستش جلو جلوی اینجوری کرد 5 سانت. قبلا طرف اومده بود تو ساحل ما، سریع گرفتنش از ترس و لرز بردن تحویل بدن. این دفعه نگرشون داشتن با عزت با اقتدار، اون هم هرچی کوری خوند. آقا اگه انگلیس میتونست حمله میکرد، اگر آمریکا میتونست حمله میکرد، چرا شما میترسید؟ شناسنامه نظامی آمریکا و انگلیس دست ماست. ما میدونیم اینها عین شیطان میمونن. شیطان اگر یک سمت بری یک قدم بری سمتش میگه ها این شروع کرد ذلتش داره میاد، یه قدم بری میمونه تا قدم دومم بری، سومم بری، چهارمم بری، دهمم بری، تا زانو بزنی. برعکس خدا میگه یک قدم سمت من بیا، من 1000 قدم سمت تو میام. مخلصی این که قید میکنه الا المخلصین قرآن.